سبحان الله در ما یعنی یک طایفه چه خیلی گفتم از همه چیز کودکی خود را محروم ساختن. حتی بعضی خواهرایی که من شخصا میشناسمشون و من خیلی انسان‌های روشن فکر میکنم یا خواهران جهان گشته میگن نه کودک من بگذار قرآن حفظ کنه دیگر هیچی نخواند بعداً میخواند. اما عزیزان ذهن کودک خیلی فرق میکند. آره بعضی کودک در 2 سال حافظ قرآن میشود، بعضی کودک در 10 سال هم قرآن رو به کلش جمع کرده نمیتواند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم به اهل قرآن، آنهایی که قرآن زیادتر میدونستند، همیشه جایگاهی بالاتر یا مقامی بالاتر میدادن. مثلا مصعب ابن عمیر اگرچه خیلی جوان بودن از اینکه قرآن زیادتر میدونستن، اولین سفیر پیامبر هستند که پیامبر به مدینه فرستاده بودند با آن سن سال جوانی که بره با آنها قرآن آموزان، هم احکام قرآن هم شریعت رو میدونستند. اما در 1 سال فرزندم حافظ قرآن می شود گویان بمانیم و 10 سال عمرش در اونجا رود چه؟ مثلا 7 ساله رو ماندیم 17 ساله شد، یا که گفتیم 15-14 ساله شد، همسین سالانی او مکتب می روند. اگرچه آره من میدونم که در مکتب ها علل خصوص مکتب های پساشوروی که ما از این پساشوروی مکتب ها نمیدونم کی خلاص می شویم، که خودم شخصا بودم و در قزاقستان هم از مکتب هایش با خبر بودم، مدت درس هم داده بودم و استادانی معلمه هایی که زبان عربی و دیگر زبان ها میدونستم با آنها زیاد رفت و آمد داشتم. یعنی در این مکتب های پساشوروی تقریبا طلبه های قدر علم زیاد نمیگیرن، لیکن کودک معامله با دیگران رو یاد میگیرد، از همسین سالانش مثلا عقب نمیماند، یک کم باشدم چیزی یعنی با جامعه پیش میرود. اینکه نه حافظ قرآن میشود دیگر به من هیچ چیز لازم نیست. گویان 10 سال 8 سال 9 سال عمر کودک رو گرفتن، یعنی این فقط در تاجیک های ما میشود. برای همین چه خیلی گفتم آره میتواند هم مکتب خواند هم قرآن حفظ کند، فقط برای این مادر هم یکم باید کوشش کند. و این یک تنبلی پدر و مادران از علل خصوص پدر اگر به کاری بیرون مشغول باشد، مادر است که نه من تماما اسپایی نه درس خانه هستم، نه قرآن رو میدونم، نه تجوید رو میدونم، ببرید کودک مرا به کدام گوشه دنیا در اونجا 10 سال 5 سال 7 سال 2 سال 3 سال بیستد قرآن حفظ کند و بیاید. اما چگونه چه خیلی گفتم نه همان گونه که علمای پیشتره و حافظان پیشتره بودن، ما این گونه حافظان در تاجیکستان نداریم که در یعنی کودکان در حجره حافظ شده رو یکی ببینید بعضیشون چه خیلی گفتم حتی شرط های طهارت رو نمیداند، حتی چگونه نماز خوندن رو نمیداند، فقط نشست قرآن حفظ کرد و استاد بیچاره رو هم عیب دار کرده نمیشود که وای با 20 30 40 چگونه به همه آنها به تربیتشون میرسد. یعنی تربیه اساسی رو مادران عزیز کودک شما از حفظ قرآنی از شما میگیرد، از شما میگیرد که تو باید هم برای قرآنش، هم برای تربیهش، هم برای خوردنش، هم برای بدنش جسمش سالم بزرگ شدن، هم برای عقب نماندن از جامعه و از همسن سالانش حرکت کنی. نه